سلام به همگی، خوش اومدید به چنل من. بزنید برید با هم دیگه آداپتور شارژر طراحی بکنیم که البته اعداد چشمی هن، هر عددی که دوست داشتید میتونید وارد بکنید. من نیاز دارم که یک مربع بکشم. این مربع رو شما به دو روش میتونید بکشین، هم مثل کاری که الان من کردم از دستور رکتنگل استفاده بکنید و دو تا ضلع رو عدد یکسانی رو بدین، یا اینکه میتونید برید تو قسمت پالیگون و تعداد ضلع ها رو 4 تعیین بکنید. خب من الان کاری که میخوام انجام بدم چی هستش؟ کاری که میخوام انجام بدم اینه که فیلت بزنم. فیلت رو با شعاع 5 میزنم. حالا شما هم میتونید ریپیت اکشن بزنید وقتی که میخواین برای همه اضلاع بزنید، هم میتونید از گزینه مالتیپل استفاده بکنید. اگر بعد از اینکه شعاعتون رو وارد میکنید حرف پی رو وارد بکنید، یعنی حرف پی رو تایپ بکنید، در واقع پولیلاین، یعنی یک پولیلاین طراحی میشه. من میخوام آفست بزنم. آفستم رو که میزنم میام از گزینه دیست استفاده میکنم. فقط کاری که منتها انجام میدم اینه که یعنی میبینید دیست چیکار که داره اندازه گیری میکنه خطوطی که من در واقع دارم تعیین میکنم رو. خب میریم تو گزینه رکتنگ. اولین کورنر رو، یعنی شما اولین کلیک رو که میکنید در واقع لوکیشنش مشخص میشه. من اینجا آمدم عدد 1.5 رو به عنوان یک ضلع و برای ضلع بعدیش عدد 6 رو وارد کردم. یه همچین چیزی برای ما تولید شد. اینو اینجا قرار میدم و حالا چشمی یه مقدار میارم جلو که حالا مثلا به اندازه 6 تا من آوردم جلوتر. فکر کنم متوجه شدین که این در واقع جایی هستش که اون دو شاخه ها از آداپتور در واقع خارج شدن. میرور میکنیم و اصل شکلمون رو نگه میداریم. خب کاری که بعدا باید انجام بدیم اینه که بیایم از گزینه اکسترود استفاده بکنیم به اندازه 28 تا در واقع مستطیل مربع بیرونی رو به سمت پایین میریم روی این حالت که بتونیم بهتر شکلمون رو ببینیم. برمیگردیم روی حالت 2D، دوباره از گزینه اکسترود استفاده میکنیم. این سری عدد 2 رو وارد میکنیم. اکسترودمون حتما باید به سمت پایین باشه. اون آبجکتی که بالا داشتیم رو کپی میکنیم به سمت پایین. اورثوتون حتما آن باشه که به مشکل نخورین. خب حالا کاری که انجام میدم از دستور پرس پول استفاده میکنم و این دو تا مکعب مستطیلی که کشیدم رو به سمت بالا در واقع اکسترود میدم. کار بعدی که بعد انجام بدیم اینه که از دستور چنفر استفاده بکنیم و یک حالت پلکان در این کنارها ایجاد بکنیم. از ریپیت اکشن استفاده میکنیم یا میتونید گزینه مالتیپل رو بزنید. دقیقاً برای همون سمت هم این کارها رو باید تکرار بکنید. این به نظرم راحت ترین و سریع ترین راهی هستش که شما میتونید در واقع این بخش رو طراحی بکنید. خب توی این زاویه من یک دایره میکشم. این رو به دستور موو 3 تا میارم پایین. بعد یک همچون استوانه درست میکنم و یک حفره درون این تیکه ایجاد میکنم که دقیقاً شبیه آداپتور بشه. اگه دقت کرده باشیم مال هممون اینو داره. وقتی که میریم روی حالت در واقع در حال انتخاب جنس هستیم، تو قسمت متریال هستیم، میریم تو قسمت متال و حالا جنسی که دوست داریم رو برای شکلمون انتخاب میکنیم که حالا من اومدم حالا به انتخاب خودم یک جنسی رو براش انتخاب کردم. دقت بکنید که اگر قرار باشه که آداپتورتون از نوع ایرانی باشه، شما کافیه که حالا سطح مقطعتون دایره‌ای باشه یک استوانه بزنید و قسمت بالاش رو باید یک فیلت مناسبی بزنید که این به اصطلاح گرد بشه، مثل پریزهای ایرانی بشه، در مثل این آداپتورهای گفتم پریز از آداپتورهای ایرانی بشه. خب من جنسم رو انتخاب کردم و همونطور که دیدین آداپتور ما در واقع تا اینجا کامل طراحی شد. برگردیم بریم اون جایی رو طراحی بکنیم که میخوایم در واقع اون قسمت پورت یو اس بیش رو بسازیم. من یک رکتنگل زدم که اضلاعش 12 و 6 هستن. این رو در وسط قسمت پایینی شکلم قرار میدم. کاری که میکنم این که از دستور کپی استفاده میکنم. اکسترود میدم به سمت بالا. این دیگه چشمیه. من حالا 12 تا به سمت بالا اکسترود دادم.
یه کپی که ازش گرفته بودم رو اگر یادتون باشه یه دونه اونو به سمت پایین در واقع موو میکنم و بعد یه مقدار به سمت داخل اکسترود میدم که یک همچین حالتی ایجاد بشه. خب میبینید که من جنسی که بالا داشتم رو در قسمت پایین هم تولید کردم. میریم روی حالت 2D دوباره. نیاز به یک حالا دستور رکتنگ دارم. میریم عدد 1 و 11 رو وارد میکنیم برای اینکه همچنان دارم روی قسمت پورت USBش کار میکنم. اکسترود میدم به اندازه 9 تا و بعد این رو روی این قسمت قرار میدم و حالا جابجا میکنم. اینا دیگه بعد به خواست و درخواست خودتون انجام بشه. میریم روی حالت شیدد و به این حالت آداپتور ما تولید شد. سعی کردم که روی دور تند بهتون بگم. اگر که لازم داشتین هر جای ویدیو رو پاس کنید و دوباره ببینید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که خیلی به من کمک میکنه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تا آموزش‌های بعدی بدرود.